آشناییت کامل با آپدیت جدید بازی یعنی کاپرگالم آشناییت زیادی نداری، این ویدیو اختصاصا برای تو. سلام آقای گل. آقا امروز اومدی با یک ویدیو جدید. این ویدیو در اختصاصا درباره کاپرگالمه و قرار 0 تا 100 کاپرگالم رو بهتون بگم. برو بریم سراغ ویدیو بچه. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. اولین چیزی که میخوام بهتون بگم اینه که این کاپرگالما با استفاده از یک دونه بلاک مس چیزی حالا درست میشه. یک دونه بلاک مس، یک 9 تاشو که برداریم، یک کرافتینگ بردارم، یک دونه کرافتینگ میذاریم، میشه 9 تاشو میذاریم کنارم، میشه یک دونه. خب حالا همین. بعد اگه یک دونهشو بذاریم اینجا، یه دونه میشه از اینا درست کرد و دیگه همین. با این یه دونه ما میتونیم چی درست کنیم؟ یه دونه از اینا هم ور میداریم، یک دونه از این کدوهای لیچی شده و یک دونه از اینا میذاریم رو زمین، اینم میذاریم روش، تبدیل به یه دونه کاپرگالم میشه و کاپرگالم ها همیشه زیرش یه دونه چست اسپان میشه. و اگه من توش مثلا با عنوان مثال من چیز میذارم، دونه میذارم توش، این ورشم چست میذارم، این ورشم چست میذارم، تو این کاپرگالم نباید بذارم، توی این باید بذاریم، توی این باید بذاریم که بعد کاپرگالم بیاد اینو از توی اینو بذاره توی این. خب بحث این که تموم شد. بذار الان به یه دونه بذاره که اثبات بشه. 32 تا الان گذاشته، درسته. خب آپشنای جدید دیگه که اضافه شده چیه؟ این لباسای مسی که از جمله کلاه، چست پلیت، یه شلوار دیگه، کفش دیگه، شمشیر و تبر و کلنگ و اینا، بیل و هوی چیزام اومده و خیلی از نظر من واقعا آپدیت خیلی جالبی داده که مثل که قدیما به هیچ دردی نمیخورد، بازیکن‌ها هیچ کدومشون به چش نمیگرفتن و الان ماینکرافت کاری کرده که به چش بیاده کم و با این آپدیت خفن این کار رو کرده دیگه. همین یه دونه شمشیر، یه دونه اینو این برمیدارم. اتک شمشیر 5، اتک چیز تبر 4، اتک کلنگم 3، اینم که هیچی دیگه، اینم 3 و اینم که لباسای اینه. و دقیقا ساخت وسیله های چیز دقیقا با همونای قدیم چیز داره، اصابت یعنی چیز داره، هم شکلن. یعنی مثلا ما که یک چیز درست میکنیم، مثلا ما یک شمشیر میخوام درست کنیم با سنگ، خب شمشیر درست میکنیم، مثلا دقیقا شمشیر مسی هم دقیقا همینطوری درست میشه. بذارم بسازم. 64 تا به من از اینا بدین. خب مثلا چست پلیت بفرم، یه چست پلیت دیگه، شلوار، این و این دیگه. بذارید سیخم چیزم بردارم. این مثلا کلنگش میشه، تبرش دیگه، شمشیرش، هویش، بیلش و تموم. همینو. از نظر من این آپدیت واقعا عالیه و چستش هم راستی هستش، چستش هم ایناها، چست اینو واقعا چستای خیلی خوشگلی هم دارن، خیلی عجیبه که بعد اینا با هم یکسان میشن. مثلا بذار آقا جان برو کنار. اینم که و خیلی واقعا چستای خوشگلی هن، از مس ساخته شدن. از نظر من که آپدیت خیلی خوبیه. از نظر شما نمیدونم.
اگه نظر شما هم با من یکیه این ویدیو رو لایک و کامنت و سابسکرایب کنین و تو کامنت ها بنویسید که این آپدیت واقعا عالیه. تا یه ویدیو دیگه شما رو خدا میسپارم. خدا حافظ.